سلام به همگی. امروز میخوایم در مورد یکی از هیجان انگیزترین مراحل زندگی کوچولوتون صحبت کنیم. شروع غذای کمکی. این یعنی ورود به یک دنیای کاملا جدید از طعم‌ها و بافت‌ها. یه ماجراجویی خوشمزه که هم برای شما و هم برای نوزادتون کلی خاطره میسازه. پس بیایید با هم شروع کنیم. خب، حالا میرسیم به اون سوال $1,000,000. اصلا از کی باید شروع کنیم؟ این سوالیه که فکر کنم همه پدر و مادرای جدید از خودشون میپرسن. ببینید، زمانبندی اینجا حرف اولو میزنه. اگه بتونیم نشانه‌های آمادگی بچه رو درست تشخیص بدیم، این مرحله خیلی راحت‌تر و لذت بخش‌تر میشه. اصلا نگران نباشید. قراره تو این مسیر قدم به قدم با هم جلو بریم و تمام چیزایی که لازم دارید رو با هم مرور کنیم. پس با خیال راحت این فصل جدید رو شروع کنید. بسیار خوب. بریم سراغ قسمت اول. از کجا بفهمیم که این کوچولوی ما دیگه آماده است که اولین قاشق غذاش رو امتحان کنه؟ معمولاً این اتفاق حدود 5 تا 6 ماهگی میفته. ولی یادتون باشه، سن فقط یه عدده. چیزی که واقعاً مهمه، علائم رفتاری خود بچه است. بهترین قسمتش اینه که خود بچه‌ها بهمون سرنخ میدن. یعنی اصلا لازم نیست حدس بزنید. اگه میبینید وقتی شما غذا میخورید با چشماش قاشق شما رو دنبال میکنه یا سعی میکنه هر چیزی که دستش میاد رو بذاره تو دهنش، اینا همش نشانه‌های واضحی هستن که دارن میگن مامان، بابا، من آمادم. این یه نکته فوق‌العاده مهمه که باید حتما یادتون باشه. حتی وقتی غذای کمکی رو شروع می‌کنید، شیر هنوز منبع اصلی تغذیه و کالری برای کودک شماست. غذاهای جامد حداقل در ابتدا بیشتر جنبه اکتشاف و تمرین دارن تا اینکه یه وعده غذایی کامل باشن. خب فرض کنیم کوچولوی شما همه این علائم رو داره. حالا سوال بعدی اینه که با چه غذایی باید شروع کنیم؟ بیایید ببینیم بهترین گزینه‌ها برای اولین قاشق‌ها چی هستن. ببینید این نیست چقدر عالیه. همه اینها چیزهایی هستن که هم نرمن، هم هضمشون برای معده کوچولوشون راحته و هم احتمال حساسیتشون کمه. معمولاً فرنی برنج یا حریره بادام یه انتخاب کلاسیک برای شروعه. سبزیجات شیرین مثل کدو حلوایی و هویج یا میوه‌های نرم مثل موز له شده و سیب پخته هم گزینه‌های فوق‌العاده‌ای هستن. فقط کافیه خوب بپزیدشون و کاملاً پوره کنید. و حالا یه نکته کلیدی دیگه، بافت غذا. ببینید تو این مرحله اولیه هر چیزی که به بچه میدید باید کاملاً پوره شده و یک دست باشه. یعنی هیچ تیکه درشتی توش نباشه. سیستم گوارش و توانایی قورت دادن بچه هنوز داره کامل میشه. پس غذا باید خیلی نرم و روان باشه. این قانون 3 مرحله‌ای رو میشه گفت یه جورایی قانون طلاییه، به خصوص برای ایمنی. اول با مقدار خیلی کم، مثلا 1-2 قاشق چایخوری شروع کنید. بعد هر غذای جدید رو با فاصله 3-4 روز معرفی کنید. اینطوری اگه به چیزی حساسیت داشته باشه، راحت متوجه میشید. و نکته سوم، غذای جدید رو اوایل روز بهش بدید که اگه واکنشی نشون داد، شما بیدار و هوشیار باشید. خب تا اینجا که عالی پیش رفتیم، حالا وقتشه که وارد مرحله بعدی بشیم، جایی که ماجراجویی غذای کوچولومون هیجان انگیزتر هم میشه. از حدود 6 ماهگی به بعد کودک شما کم کم برای تجربه بافت‌های جدید و پیچیده‌تر آماده میشه. اینجا خیلی قشنگ میتونید این روند تکامل رو ببینید. بین 6 تا 9 ماهگی کم کم از پوره فاصله میگیریم و میریم سراغ غذاهای له شده که تیکه‌های نرمی دارن. اینجاست که بچه جویدن رو یاد میگیره و وقت خوبیه که منابع آهن مثل گوشت رو به غذاش اضافه کنیم. بعد بین 9 تا 12 ماهگی مهارت‌های حرکتیش اونقدر خوب میشه که میتونه غذاهای انگشتی رو برداره و خودش بخوره. این یه قدم خیلی بزرگ به سمت مستقل شدنه. خب، اینم چند تا ایده عالی برای غذاهای انگشتی. یادتون باشه نکته اصلی اینه که غذا اونقدر نرم باشه که با لثه‌هاش بتونه له کنه و در عین حال اندازش طوری باشه که راحت تو دستش بگیره اما خطر خفگی ایجاد نکنه. تکه‌های میوه نرم، نون یا تیکه‌های کوچیک گوشت پخته عالی هستن. خب حالا میرسیم به یه بخش فوق‌العاده مهم. میدونم صحبت کردن از ایمنی شاید یکم استرس آور باشه، ولی وقتی این نکات رو بدونید با خیال خیلی راحت‌تر این مسیر رو طی می‌کنید و ازش لذت می‌برید. پس لطفاً به چند تا نقطه بعدی با دقت گوش کنید، چون واقعاً برای سلامت و ایمنی کوچولوتون حیاتیه و بهتون آرامش خاطر میده.
این لیست رو حتما یه جای یادداشت کنید. ببینید هر چیزی که کوچیک، سفت و گرد باشه میتونه خدای نکرده خطر خفگی ایجاد کنه. پس آجیل، پاپکورن یا تیکه‌های سفت میوه و سبزیجات خام مثل سیب و هویج اصلاً مناسب نیستن. همیشه میوه‌ها و سبزیجات سفت رو بپزید تا نرم بشن و مهمتر از همه همیشه موقع غذا خوردن بالای سر بچه باشید. 2 مورد دیگه هم هست که باید حواستون باشه. اول، شیر گاو به عنوان نوشیدنی اصلی. این کار رو تا قبل از 1 سالگی اصلاً انجام ندید، چون میتونه مانع جذب آهن بشه. دوم، عسل. عسل برای بچه‌های زیر 1 سال ممنوعه، چون ممکنه باکتریایی داشته باشه که سیستم ایمنی اونها هنوز توانایی مقابله باهاش رو نداره. این علائم رو هم خوب به خاطر بسپارید. به خصوص وقتی دارید غذاهایی رو معرفی می‌کنید که احتمال حساسیتشون بیشتره، مثل تخم مرغ، بادام زمینی یا ماهی. اگه هر کدوم از این واکنش‌ها رو دیدید، سریع با پزشک تماس بگیرید. حالا میفهمید چرا اون قانون معرفی غذا با فاصله زمانی انقدر مهمه، نه؟ و در آخر میخوام با این جمله خیال همه پدر و مادرها رو راحت کنم. خیلی وقتا ممکنه نگران بشید که بچم به اندازه کافی غذا خورد یا چرا امروز هیچی نخورد. ببینید، تا وقتی که کودک شما داره طبق نمودار رشدش به خوبی وزن میگیره، یعنی همه چیز عالیه و شما دارید کارتون رو درست انجام میدید. خب، پس آماده اید که از این دوران شلوغ پلوغ و در عین حال شیرین لذت ببرید؟ یادتون باشه شروع غذای کمکی یه سفر جذاب، مسابقه نیست. این مسیر پر از کثیفکاری، خنده و لحظه‌هایی که هیچ وقت فراموش نمی‌کنید. از هر قاشق غذا و هر لبخند کثیفش لذت ببرید. این فقط غذا دادن نیست، کشف کردنه. این ماجراجویی شما و کوچولوتونه. نوش جان.